درسته هیچی غذای ایرانی نمیشه، اما یه بارم که شده این قابلی یا کابلی پلوی افغانستانی رو امتحان کنید. من که عاشقش شدم. پیاز خلالی رو تفت بدید تا تله‌ای شه و بعد بهش گوشت گوسفندی رو اضافه کنید. گوشتا که کمی تغییر رنگ دادن، سیر و ادویه بزنید. همه ادویه ها رو تو کپشن نوشتم. ادویه ها که با گوشت تفت خوردن آب اضافه کنید و اجازه بدید گوشت کاملا بپزن. تو افغانستان به هویج میگن زردک. زردک‌های خلالی رو با شکر و هل تفت بدید و در آخرم بهش کیشمیش پلویی اضافه کنید و بذارید تا نرم بشن و بپزن. نمک غذا رو تو مرحله آخر پخت گوشت اضافه کنید. اینجوری گوشت دیر نمیپزن. گوشت رو از آب گوشت جدا کنید و برنجای خیس خورده رو بهش اضافه کنید. یکی از اجزای مهم قاطی پلوها یه برنج اعلی و درجه 1. از بازرگانی برنج خباز میتونید هر نوع برنجی که خواستید رو تهیه کنید. برنج امروز ما کشت دوم اعیانی بود که حتی وقتی کته درست بشه هم انقدر قد میکشه. آب برنج که کشیده شد گوشتا رو وسطش بچینید و برنج رو گنبدی کنید و از موادی که درست کردیم روش بریزید. دمکنی بذارید و اجازه بدید برنج بپزه. با شعله کم حدوداً 40 دقیقه طول میکشه. اصلش هم اینه که این پلو رو با دست بخورین چون مزهش 2 برابر میشه. و قابلی پلوی ما آماده شد. نوش جون.